Human Rights Watch روز 15 июн با پخش اظهارات حمله به پژوهشگر استیو سویردلوف را بخشی از معرکه ضد این سازمان عمومی حقوق فعالان و ژورنالیستان در ازبکستان آمد و محکوم کرد. در اظهارات آمده است سردار کومیلوف یک ویدیو بلاگر ازبک و 4 نفر دیگر روز 13 ایون به مهمانخانه‌ای که در آن سویردلوف قرار داشت آمده او را حمله گسترده لفظی نمودند. آنها به سویردلوف گفتند که از ازبکستان دفع شود. تا حال حکومت ازبکستان در این باره چیزی نشر نکرده است. قبل از این قضیه استیو سویردلوف با بخش توجیکی رادیو آزادی صحبت داشت و گفت هیومن رایتس واچ از سازمان ملل متحد خواسته است که هنگام بررسی گزارش حکومت توجیکستان و مکالمه با هیئت دولت در جلسه ژنو در ماه آینده سرنوشت محبوسان سیاسی را در میان گذارند. войдут в повестку дня вопросы, например, как политические заключенные. طبعاً با برنامه جلسه مسئله زندانی‌های سیاسی وارد می‌شود. اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 برای فعالیت‌های سیاسی صلح‌آمیز خود به مهلت‌های طولانی زندان محکوم شدند. اینچنین مسئله مسدودکنی وبسایت‌های اینترنتی مطرح می‌شود. موضوع فشار بالای سازمان‌های جمعیتی هم برداشته می‌شود که فعالیت خود را زیر فشار انجام می‌دهند. درباره آزادی بیان هم صحبت می‌شود و هم درباره پرونده آنهایی که تنها برای لایک برخی مطالب نامقبول و یا انتقادی در حق حکومت کشور به حکم‌های زندان محکوم شدند. این کمیته فعالیت خود را بی‌طرفانه به راه مانده است. Материалы, которые могут восприниматься как критические в адрес президента или политики страны. Я тут думаю, что этот процесс, он объективный.